میدونستی یکی از مهمترین ویتامین های محلول در آب مورد نیاز برای سلامتیت ویتامین C هستش؟ ویتامین C یا اسید اسکوربیک به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدان و احیا کننده باعث از بین بردن رادیکال های آزاد و ترکیبات مضر توی بدن میشه و از این طریق میتونه باعث پیشگیری از بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان بشه. همچنین ویتامین C توی ساخت ترکیب مهمی به نام L-کارنیتین توی بدن شرکت میکنه و از این طریق باعث افزایش سوخت چربیات توی بدن و افزایش انرژی و رفع خستگی میشه. میدونستی ویتامین C باعث تحریک آنزیم تنظیمی مسیر سنتز اسیدهای صفراوی میشه و از این طریق ریسک ابتلا به سنگ‌های صفراوی رو به خصوص توی خانم‌ها کاهش میده. همچنین بسیاری از نوروترانسمیترهای مغزی مثل سرتونین و دوپامین برای ساختشون نیاز به ویتامین C دارن. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه.